رفقا سلام، چه خبره؟ خوشم. کاله برونات اومدی امروز با آهنگ خیلی خیلی توپ الله از تتلو. بریم گوش بدیم چه خبره. بریم. خب دیشب تتلو گولمون زد، گفتش که آهنگ نمیاد. بعد ما هم گفتیم خوابیدیم ساعت 3:50 به وقت واسه اینکه اومده بود. بعد حدود ساعت 5 صبح اینا هم تو یوتیوب اومد، درسته؟ خلاصه ویدیو شدیم و دیدیم که آقا آهنگ اومده، گفتیم آقا واسه جمع کن بیا ریاکشن ببینیم قضیه چی بوده. آره بریم گوش کنیم. آهنگم که می‌بینید وسط آلبوم شیطانه و اسمش هم که الله یه چیزی ببین الله و علف با هم دیگه الله و علف بنده هم داستانش چیه، ولی خب حدث جالبیه. یعنی در واقع مهمترین آهنگ این آلبوم دیگه. حله بریم گوش بدیم. بچه‌ها سابسکرایب رو چک بکنید که زده باشین یه دکمه قرمزی که اشتراکی با زنگوله. آره با زنگوله. لایک یادتون نره که ساپورت این چنل، ساپورت این آهنگ همه چی کمک میکنه. و همینطور بچه‌ها بیاین روی اینستاگراممون ما رو فالو بکنید که با اطلاعات همه چی داشته باشیم. آره واسه مسابقات رپی به اضافه ریاکشنایی که می‌خوایم بریم نذارن جاش اونجا می‌ذاریم. پس اونجا با ما همراه باشید، ویدیو به دوستاتون شیر کنید. آقا نظراتتون در مورد نکته‌هایی که ما میگیریم، نکته‌هایی که نمیگیریم، خب اونا رو بنویسید. پیشنهاد آهنگ دارین باز اون پایین. آره دمتون گرم. برو بریم. بریم که من 1 2 3 الله اکبر. وایسا من هم اول استارتش خیلی باحال بود. سفید شدن یه وقتایی باید همه رنگات بریزن. مثال بزنم واسه الماس شدن باید یه وقتایی انقدر تحت فشار باشی که پشمات بریزن. وایسا خب یعنی که گرفتیم. الان داره این که خیلی ساده بود، ولی میخوام بگم که این تم آهنگ دوباره غمگین هم اولش اومد ولی قبلش هم میتونی به نگاه بکنیم مثلا حالت سرد و همه چی در به داغون و مثلا یکم غمگین باشه. غمگینه بهت قول میدم 1000%. بعد چند که این رنگان که دیگه الماس اینا مشخصه. هر روی شهر منتظرمه، شهر پر از مفرکنه. هر کی میاد مهر از انه که میخواد یه ضربه محکم بزنه. یه کس کردم همه جا صحبت منه، چرا کیر دادی بهم خوب اگه بده. وایسا راست میگه دیگه. البته بحث خیلی بیشتر یه دونه است، ولی خب کلا منظوری که آقا ما یه این کار خیلی ساده ایه، مثلا حالا گیر داری من سر همین قضیه که همتون انجام میدین. استغفرالله ببخشید پرسیدم چون شده موزل همه. الله پس بهش کدومه؟ چرا هرچی که دادی بده؟ الله چرا اسم تو وسط پرچم قاتل آزادی زده؟ اسم تو وسط هتل نه اسم تو وسط پرچم قاتلا زده. آره الله چرا اسم تو وسط پرچم قاتل زده؟ بعد دیگه چرا هر چی تو دادی بده؟ آها منظورش چون در واقع نگاه بکنی کشورهای میدلیستی که همه مثلا میرن پیش الله و این صحبت‌ها، خب بحث الله گرم پیششون، خب همه بیچاره‌ها بدبخت و ضعیفن دیگه نسبت به کل جهان. مثلا میگه قاچر مثلا تو مثلا سکس دادی ولی همه بد میدوننش، چیز بدی داره مثلا. آره اینجور چیزا. من چه منظوری گرفتم؟ مشروب دادی اینا میگن بده، مثلا هم چیزایی که دادی میگن همه بد میگنش. آفرین بزن من قبل. الله چرا اسم تو وسط پرچم قاتل آزادی زده؟ الله چرا دختر مردم مرد با دستا پدرش؟ الله چرا گنده مملکت حق ما رو پس داد پسرش؟ وایسا گنده مملکت حق ما رو داد پسرش کی بوده گنده مملکت؟ پسرش یه هرکی هستی از اون آقازاده هاست فکر کنم منظورش. نه منظور یه نفر شخص خاصه من از آقازاده هاست که همه به پسراشون دادن. بعد اونجا میگه که قاتل آزادی زده. آره دادی به قاتل آزادی. بعدم اون دختره که میگفتش همون دختری که داستانی که سرش داست داده بود تو آهنگ افی هم گفت، درسته؟ افی هم رو گفت. الله من یکم عرق خوردم. الله امشب و العف الله ساقی چرا گوشیش خاموشه؟ الله برسون علف. خیلی خوب بود. این تیکش چون تیزر پخش کرده بود خیلی باحال. من از اول گوشش داده بودم تو این اینستا پخش شده بود دیگه کلا حفظ شده بودم. بعد جدا از این صحبت ها اون قصه که چرا ساقی گوشش خاموشه مال یه آهنگ دیگه است. خب این مال یک آهنگ قدیمی تتلو من یادم نمیاد اسمش. اگه بچه‌ها میدونید حتما تو کامنت بنویسید، خیلی باحاله این. یعنی علفش خیلی خوبه. آقا چرا ساقی گوشش خاموشه؟ چرا علف نیستش؟ الله برسون علف الله من یکم عرق خوردم. الله امشب و العف الله ساقی چرا گوشیش خاموشه؟ الله برسون علف
این بهترین کورس این آلبوم تا اینجا خیلی خوبه. من حال کردم. خیلی فانه باله. خلاصه واسه رسیدن به هر چیزی باید یه بگاهی بدی دیگه. باز مثال بزنم اوکی. مثلا واسه درخت شدن باید یه وقتایی پاییز شه با همه برگات بریزن. حالا مثال ولش کن. یه لحظه واسه سلس سانا کنیم. الان اگه بخوایم دقت بکنیم این نکته که آقا پشمات بریزه یا برگات بریزه یه درخت گرفته شده. نه میخوام اینو بگم که یه چیز خیلی مهمی که طبیعت پس کاملا ما می‌بینیم. خب پس الماس سال بعد پشماش بریزه، درخت هم بعد برگاش بریزه تا به جای برسه. پس این یه نکته مهمی تو طبیعت یادتون باشه. بحث اصلا سر این که چی میشه نیست. بحث سر اینه که چرا. بحث سر اینه که چرا. چرا دنیا زنه ولی زمین کیریه؟ چرا تشبیری و زمین گیریه؟ چرا هرچی میدی یه چیزی میخوای؟ چرا موفقیت به همین دیریه؟ باید دقت کنید گفت چرا دنیا خب وقتی زنه نه چرا زمین زنه ولی دنیا کیریه؟ آره خب همون منظورم همین می‌خواستم. چرا چون میگم مادر طبیعت و فلان این صحبت‌ها خب دنیا که چون هارشه دیگه سخته. آره چرا هرچی میدی یه چیزی میخوای؟ چرا موفقیت به همین دیریه؟ چرا تو خون تو شیشه نکنی سنگ رو سنگ بند نمیشه؟ چرا تو تنها خدای و خفن همه شدن بند پیشه؟ چرا هر کی خوب رنده میشه؟ چرا همه میزنن با خنده نیشه؟ چرا بعد این همه سگ دو فقط تنم پره خستگیشه؟ راسته میگه آقا اگه تو خدایی و خوبی و فلان این ساته چقدر بدبختی درست کرده مردم. خب میگه آقا همش بعد کلی دن فلانی بدی خب تا موفق بشی. چرا مثلا انقدر موفقیت دیر مثلا هر چیزی که بخوای به دست بیاری چیزی بدی. آره قانون طبیعت دیگه. تو خودت الله و خوبی و کاملی خب همه ما بنده توییم فلان مثلا همه رو کردی بنده خودت. خب قانون دیگه قانونش اینه که میگه آقا تو همون کمیستری هم اگه کسی خونده باشه شیمی خونده باشه میگه آقا قانون اون تبادل طبیعیت میگه آقا چیزی میدی آقا چیزی میگیری که صاف. خب داره میگه آقا چرا قانون اینجوری مگه اون قانون درست نکردی؟ چرا اینجوری درست کردی؟ یه جوری درست کردی که هیچی نمیدی همون یه چیزی هم میگرفتی حالش میبردی. یه خدا چرا تو همه خفنی ولی بقیه بندن. آره دیگه همین گفتم. چرا بعد این همه سگ دو فقط تنم پره خستگیشه؟ مگه چقدر میجوشه یه چشمی که دائم مردم توشو پر گل کنن؟ من از همه حتی از الله که خودش بوت دل خورن. من اصلا دلم میخواد بکشم فشوش کنم. این چه جور خداییه که نمیفهمه منو نمیشه باش خوشو بشکنم. وایسا من یه چیز جالبتون میگم. 3 تا نکته. خب یکی گفتش که گفت مگه این چشمه که اصلا خوش بخوام مثال بزنیم یا هر آدمی میتونه باشه خب چقدر میجوشه که همه هی توش گل بکنن. خب یعنی آقا هی گلش هی میخوای مثلا هی میخوای مثلا پیشرفت کنی بهتر بشی هی منو بزنن سرت خرابت بکنن مگه چقدر اینجوری میتونه بجوشه؟ بعد گفت الله خودش بوته. خب چون بوتی که مثلا میگفتن که توی اون زمان عربستان بوده که مثلا بی بوت گندشون بوده. خب کی بود که میره بوتا رو میشکنه و بعدش آره خب منظورم اینه که اون بوته اسمش الله بود. خب که بعدن حالا اومدن اسم خدا رو گذاشتن الله عربا. خب آره این یه نکته دیگه. نکته سومش یادم رفت چی گفت بذار. من اصلا دلم میخواد بکشم فشوش کنم. این چه جور خداییه که نمیفهمه منو نمیشه باش خوشو بشکنم. خب اینم یکی آقا خدایه چرا بچه‌ش حرف زد؟ چرا انقدر دور از ما؟ خب منظورش اینه. الله ساقی چرا گوشیش خاموشه؟ الله برسون علف علف. تا حالا به پیله پروانه عمیق نگاه کردی؟ یه چیز پنبه‌ای سفید با نمکه اما کرمه تا اون تو از تنهایی و تاریکی جر نخوره پروانه نمیشه. خب یه چیز پنبه‌ای یا خوشمزه اصلا خوشگله. خب خوشمزه نیست خوشگله. آره منظور اینه که ولی اونجا دهن اون پیله کرمه صاف میشه تا بخواد پروانه بشه. آره چون یه جا میپزه کلا خودشو جزغاله میکنه تا بعد پروانه در میاد توش دیگه. آفرین. حالا میخوام اینو بگم که منظورش اینه که مثلا شاید از بیرون خب این اتفاقا خب مثلا میگه آقا طرف مثلا به جایی رسیده خب چه مثلا چه زندگی خوبی داشته مثلا ولی نمیدونی چه بلایی سرش اومده که تا به اینجا رسیده. پس این بس منظور اینه. تا اون تو از تنهایی و تاریکی جر نخوره پروانه نمیشه. پس دیدی یه سری چیزا از بیرون سفیده از درون سیاه. من شباهت دارم به پروانه کلن
انقدر دورشم میچرخم که آتیش میپیچه به پرپای خودم. با بال ضعیف پی پرواز بلند زیر سوزن درد کشیدم که رو بدنم دارم طرای پرنگ. یه هنرمندم اما بیرحم و خطرناک این طرای تفنگ. وایسا خیلی حرف زد. تلگرام تنخیسته خونده بود یادم اومد الان. بگو اول حرف تو. اینجا میگه آقا من خیلی خطرناکم مثل طراح تفنگ. میگه طراح تفنگ مثلا تفنگ خودش طراحی چیز خیلی قشنگه ولی واسه کار بعد مثلا کشتن آدما استفاده میشه. یعنی منم یه طراحم ولی واسه یه خطرناکم هستم. آره. و حالا پروانه که اونجا قبلش اومد ربط به چی گفتش که من مثل پروانه مونم که تو دور آتیش انقدر میچرخه تا آخر بالش میسه. انقدر این کارایی که میکنم خب مثلا آتیشه، خب این کارایی که مثلا در موردش صحبت میکنم حرف کاری میکنم آتیشه، یعنی ممکن خطرناکه انقدر دورش میکنه تا اون کارا انجام میدم تا آخر پرپال خودم میسونه و نابودم میکنه. از تیغ گذشتم پاره من بیرحم و خطرناک این طرای تفنگ. از تیغ گذشتم پاره شدم خار شدم که بمونم پای گلم. گرچه میدونم که یه مشلاف گوهن ولی ضربه میزد به مرفای دورم. الله منو با اینا آفرید، یعنی منو آف کرد اینا رو رید. والله منو آفرید، خب منو آف کرد، منو خاموشم کرد، اینا رو هم رید. آفرید. خب خیلی حرفه‌ای بود، دقت کردی؟ آفرین. خب این اما من این بازی کلمات خیلی حال میکنم با اینجوری. خب بعضی خواننده‌های حرکات میزنن چیزاشون خیلی اوله. خب بزن قبل بلم گرچه میدونم که یه مشلاف گوهن ولی ضربه میزد به مرفای دورم. الله منو با اینا آفرید، یعنی منو آف کرد اینا رو رید. والله دل من دنبال مریم بود که یهو مینا رو دید. والله نمیشه با یکی باشی همه تو هم میلولن. کرونا اومد دیگه واسه چی لاشی، همه که خونن بی پولن. یکی آقا داره تو کلا می آقا دهن ما رو چی صاف کردی؟ این وسط که همه دهن صافه چرا کرونا اومد؟ بی پولن. بعدم من مریم رو می‌خواستم یه همینا رو نشون دادی حواسمون رو پرت کردی. گفتم نکنه بخواد مریم مسیح و اینا رو بگه. یادم مینا رو آورد دست کنم. نه خب دیگه رپی داشتش دیگه بالاخره. بی خودی مریم رو گفتش. کرونا اومد دیگه واسه چی لاشی، همه که خونن بی پولن. فقر عشقتو زوری میگیره، یکی رو داشتی باش قهری اونم. عاقل اینجا زودی میمیره جدی داشی، همه تو شهر دیوونن. الله من یکم چی گفت عاشق اینجا میمونه همه جا دیوونن. استی مایا بود پولی و اینجا بزاقا یکی رو داشتی باش قهری اونم. عاقل اینجا زودی میمیره جدی داشی، همه تو شهر دیوونن. داره میگه آقا اینجا یه نفرم که داشتی که عددت رفت خب و عاقل اینجا میمیره، یعنی اون کسی که مثلا یه کارا درستی میکنه میزنن میکشنش. خب همه هم شاید دیوونن کسخلن هیچی نمیگن. خب منظوری همین چیزایی داستان قدیم بودش زدن میگفتش که اون گله بودش که میگه آقا زمین دور خورشید میچرخه می‌خواستن بکشنش. آره دیگه همیشه همینجوری بوده دیگه. من یکم عرق خوردم الله امشب و علف الله ساقی چرا گوشیش خاموشه الله برسون علف خداییش ته گرسا واقعا الله فلانم علف چرا دارم گوشیش خاموشه. متضاد همون گوشی بغل هم دیگه. آره یعنی یه جوری منظور متضاد نیست خب منظور. آره خب چیز باحالیه. من خداییش با کورس فیچر همین شاد مراجه میگم. بریم و اما میمونه یه عالمه چرای دیگه. بله درسته. باز مثال بزنم. بزن مثلا چرا همه چیزای خوب بد مزن و چیزای بد خوشمزه. راست میگه. مثلا چرا تتو درد داره، چرا مثلا یه کار نکردیم خوشمون بیاد. باشه مثلا اول چیزی بگم. خب راست میگه. هر چیزی که میگم آقا ویتامین داره فایده داره مثلا سلدونش همه خواسته یه مزه. آره خب قبلش هم گفتش همین حرفا رو زد دیگه. اون اولش هم در مورد همین چرا بود. میگفت چیز خوب همه مثلا به شاید بد نشون میدن. یه آهنگ من وان ریپابلیک شنیده بودم. خب میگفت چرا هر وقت کار خوب میکنم حسم بده و هر وقت کار مثلا بد میکنم حسم خوبه. خب چرا این کار اینجوریه؟ اینم دقیقاً داره همین داره میگه. تاتوری که میزنم خوشش میاد. خب چرا که آسون باشه راحت و درد داره. خب اینجوری درد داره. چرا مثلا یه کار نکردیم خوشمون بیاد هم موفق شیم. چرا چه مرگته؟ مشکلت چیه با ما؟ واقعا چرا؟ 1 1 2 2 8 چی گفتم؟ 1 1 2 8 اومد. دقت کردی بالاخره این دفعه
آهنگ قبلی من ایراد کردم آقا چرا نه اونو گفت چرا اونو گفت این دفعه هم 1-1-2-8 گفت هم نه نبود سطح خلاصه آقا ولی این قانون طبیعته. خب چرا میگن قانون طبیعته؟ چرا چی؟ الان میگم چون که همه نمیتونن موفق بشن و همه نباید بعد یه سری موفق باشن، یه سریا بازنده باشن دیگه. این مدلش اینجوریه. خب و کارش هم نمیشه کرد دیگه تدالوی که خودش تو ما طبیعت موفق باشن دیگه. خب البته فراوانی هستش ولی خب دیگه قانونش این شکلیه که همیشه از اول یه سری موفق تو اصلا این انسان رو نگاه کن. خب حیونا رو نگاه بکن. خب یه سریاشون میگوشن، یه سریاشون چیزن دیگه میمونن خورده میشن. آره یه جورگن چیز جالب میگفتش که dumb shit eat the grass on the floor and the mean shit eat the dumb shit. خب منظور اینجوری میگه آقا حیوانات احمق خب علفای رو زمین میخورن، حیوانات که مثلا یه ذره بعدن مثلا حالا تون خوبن و فلان این صفاتا میاد اون حیوانات احمقو میخورن. یه همچین حالتی. اینم یه همچین حالتی واسه ما هم داره. خب قانون طبیعت میگم اینه. به هر حال آهنگ فوق العاده ای بود. قبول دارین؟ آهنگ جالبی بود. من خیلی حال کردم. ولی مرکز شیطان دیگه جالب. آره 55 دقیقه. اینم عددش مهمه. وقتی هم که ریلیزش کرد 23 بودش. خب به وقت ایران. آره که خودش اومد. خلاصه چیز جالب بود. انگار میگفتش 7/8/99. به هر حال آقا چیز جالبی بود. خلاصه خیلی حال کردیم. امیدوارم شما خوش اومده باشه. اگه دوست داشتین حتما لایک بزنید و اینکه سابسکرایب یادتون نره. اول بعد اینجا زنگوله‌شو بزنید که بله آهنگ ویدیو جدید میذاریم واسه شما اولین نفر بیاد. این سابسکرایب ممکنه روش نمیشه اشتراک، پس یادتون نره که اونم بزنید. به هر حال با دوستاتون ویدیو رو شیر بکنید. تو اینستاگرام تو اینستاگرام بیاین فالو بکنید. اونجا اتفاقات خوبی میفته. خلاصه تعریفاشو کردم. ببینید که اتفاقات خوبیه. بریم تا ویدیو بعدی. فعلا